وقتی توی عصر خنک پاییزی تو خواب سردت شده و مثل مار چنبره زدی و یه پتوی نرم رود کشیده میشه و گرم میشی، کار کسی نیست جز مادرت. اما وقتی با 2 تا پتو خوابیدی یهو احساس کردی سردت شده و بیدار شدی دیدی یه پتو روته، اون کسی نیست جز برادرت که البته کار همیشگیشه. وای، وقتی خوابیدی و احساس میکنی بدنت از گرما داره ذوب میشه و سنگینی کوه رو خودت احساس میکنی، بدون خواهرت داره خونه رو تمیز میکنه و هر چی جلو دست و پاشو میگیره میندازه روی تو. عمق فاجعه اینجاست که وقتی زیر یه پتوی 2 نفره خوابیدی بیدار میشی و هیچ پتویی رو خودت نمیبینی، اون همسرته که پتو رو دور خودش پیشیده و بدبختی اینجاست که جرئت نمیکنی سهم پتوی خودت رو ازش پس بگیری.